سلام، عابد هستم با اولین قسمت از برنامه دکاز. البته تو فصل دوم، یک هفته پیشتون نبودیم و امیدوارم که از برنامه‌های فصل قبل و برنامه‌های هفته‌های گذشته دکاز خوشتون اومده باشه. می‌بینید که یکی از تغییرات اساسی که به برنامه دادیم این بودش که از استودیو اومدیم بیرون، اومدیم سراغ یکی از بهترین ماشینایی که تک تکتون دوست داشتید. البته توجه کردیم به خواسته‌های شما عزیزان که یکی از اون خواسته‌ها این بودش که ما براتون تصاویر از ماشین‌های خیلی خوب و خاص روز دنیا تهیه بکنیم که خب این کارو کردیم. این ماشین یک لامبورگینی مورسیالاگو هستش که خب تاریخچه خیلی خوبی هم داره. قبلا تاریخچه ماشین لامبورگینی رو توی برنامه‌های گذشته بهتون گفتیم، اما این یک مدل واقعا خاصی از لامبورگینی هستش که بخوایم شروع بکنیم توضیحات خیلی زیادی داره. اما اولین چیزی که میخوام بهتون بگم اینه که مدل این ماشین مال سال 2010 هستش و کلا تولید این ماشین الان در حال حاضر توسط کمپانی لامبورگینی متوقف شده، ولی خب این یکی از مدل‌های خاصش هستش که کلاً 350 تا از این لامبورگینی توی دنیا تولید شده که این 291مین لامبورگینی مورسیالاگوی هستش که با این دیزاین و با این تایپ تولید شده. اما خب خصوصیات خیلی جالب و دوست داشتنی داره این ماشین، از جمله اینکه خب دیزاین کل این ماشین و اون چیزایی که طراحی شده براش کلا خاص کسیه که سفارشش داده و کلا این 350 تا ماشین که تولید شده رنگ‌های خیلی خاصی داره، از جمله زردش که اصلی ترین رنگ این ماشین توی این 350 تا ماشین محسوب میشه و خب بدنه خیلی خاص، به اضافه اینکه فیبر کربنی که در قسمت‌های خیلی مختلف این ماشین استفاده شده، به اضافه اینکه کلا این ماشین نسل بعدی دایابلو محسوب میشه. یعنی اول کمپانی لامبورگینی اومده لامبورگینی دایابلو رو تولید کرده، بعد اون نسل ماشین از لامبورگینی منقرض شده، تبدیل شده به مورسیالاگو و الان هم این ماشین نسلش متوقف شده و تبدیل شده به لامبورگینی اونتادور که طرفدارای خیلی زیادی هم این روزا در سراسر دنیا داره. خیلیاتون شاید دوست داشته باشید امتحان بکنید این باز و بسته شدن در لامبورگینی رو. واقعا نمیدونم چه حسی میده. ببینید در رو که با دست باز میکنیم بریم بالا. من خودم هم عین شما دوست دارم این باز و بسته شدن درش رو که میره بالا. همیشه هر ماشینی هم که تو این سبک تولید شده با این تایپ باز شدن در آدمو فقط یاد لامبورگینی میندازه. سرعتی که روی عقربه سرعت این ماشین نشون میده حداکثر سرعتش 360 کیلومتر بر ساعته، ولی حداکثر سرعتی که این ماشین تونسته بره 341 کیلومتر بر ساعت بوده. یعنی تاپ اسپیدی که زده 341 کیلومتر بر ساعت بوده. 661 اسب بخار قدرت موتور این ماشینه، به اضافه اینکه موتور این ماشین در عقب ماشین قرار داره و جلوی ماشین در اصل صندوق عقبشه. صندوق عقب البته نه، منظور همون محل نگهداری، چیزی که معمولا به عنوان صندوق عقب در جلوی ماشینه و با قدرتی که این ماشین داره تونسته رکورد خیلی از ماشینا رو بزنه و 0 تا 100 این ماشین هم طبق اون چیزی که اعلام شده در آخرین تولیدات همین ماشین که خود این ماشین هم یکی از همونا محسوب میشه
2.9 ثانیه بوده که خب هنوز که هنوزه. خود لامبورگینی اونتادور الان 2.7 ثانیه رو زده و بعد از این همه سالها که این همه تغییرات داده شده تو این ماشینا، رکورد خوبی برای این ماشین محسوب میشه. اینجا رو که می‌بینید موتور ماشین قرار داره و روی این موتور زمانی که مدل‌های عادی این ماشین تولید شده بوده روش پلاستیک خاصی قرار داشته، ولی الان یه شیشه خیلی گران قیمتی روی این لیمیتد ادیشنش قرار دادن به اضافه سیستم همون آیرودینامیکی و زیبایی که با فیبر کربن دادن و بالی که برای این ماشین فقط برای این ماشین تدارک دیدن. البته این بال‌ها اندازه‌ها و ارتفاع‌های مختلفی داره که این الان بزرگترین بال و بیشترین ارتفاع رو داره. موتور این ماشین 6.5 لیتری V12 که یعنی 12 سیلندر، همونطور که روی انجینش هم هک شده و قدرت خیلی بالایی داره. از صاحب این ماشین قول گرفتیم که صدای موتور این ماشین هم براتون بگیریم و دیگه هر جور که دلتون میخواد با لامبورگینی مورسیالگویی که نسلش منقرض شده اما این لیمیتد ادیشناش هنوز حرف برای گفتن توی بازار داره حالی کرده باشه. خب تو بخش اول با ماشین لامبورگینی مورسیالگو سال 2010 آشنا شدید، یکی از ماشین‌های خیلی دوست داشتنی. بخش اولمون که مربوط میشه همیشه به معرفی ماشین‌های تاپ دنیا، خب بهتون معرفی کردیم، اونم در کنارش. این هم یکی از خواستهای خوب شما. الانم که در کنار یکی از محبوب‌ترین و جدیدترین ماشین‌های روز دنیا ایستادم، مرسیدس SLS AMG که حتما همتون میشناسید، اسمش رو شنیدید و جایگزینیه برای خیلی از ماشین‌های قدیمی مرسیدس که الان قدرت خیلی زیادی هم داره. رسیدیم به بخش اخبار ماشین‌های روز دنیا و اولین خبری که می‌خوام بهتون بدیم راجع به ماشین مکلارنه که کمپانی مکلارن یه شاهکار جدید $316,000 رو تولید کرده که قراره یه سری تغییرات توش داده بشه نسبت به ماشینی که قبلا تولید می‌کرد، یعنی 12C GT که اسم این ماشین جدید 12CT GT اسپریت هستش که تغییرات عمده‌ای کرده و ماشین واقعا ظاهر زیبایی به خودش گرفته که توضیحاتش رو من بهتون میدم. مکلارن جدیدترین شاهکار خود را با نام 12C GT اسپریت رو با قیمت $316,000 وارد بازار کرد. این خودرو اغلب شاخصه‌های مدل جاده‌ای WC را داراست، اما در بخش‌های اساسی مانند سیستم ترمز و فرمان، آیرودینامیک بدنه و سامانه کنترل فعال شاسی موسوم به PCC تغییرات اساسی را تجربه کرده است. قوای محرکه این مدل توسط یک پیشرانه 8 سیلندر خورجینی با گنجایش 3.8 لیتر تأمین می شود که معادل 616 اسب بخار قدرت تولید کرده و از طریق جعبه دنده 7 سرعته 2 کلاجه به چرخهای عقب این سوپر اسپورت بریتانیایی منتقل می کند. رادیاتور خنک کننده مرکزی، داشبورد با نشانگرهای دیجیتال، ترمزهای مسابقه‌ای، تایرهای پیرلی، صندلی مسابقه‌ای با کمربند ایمنی 6 نقطه‌ای، کیت اطفای حریق، امکان سفارش اسپویلر فیبر کربنی عقب و جلو، همانند مدل GT امکان سفارش شیشه جلو از جنس پلیکربنات، بخشی از شاخصه‌ها و تجهیزات این مکلارن جدید به شمار می‌رود. خب خبر بعدیمون راجع به همین ماشین مرسیدس بنز SLS AMG که یه خبر خیلی بد محسوب میشه. کمپانی مرسیدس بنز اعلام کرده که از سال 2014 تولید این ماشین قراره کلاً متوقف بشه و چون این خودش نسل بعد مرسیدس SLR بود
و بعدش SLS اومد و بعد از اینکه قراره متوقف بشه قراره یه سری دیزاین جدید از بنز وارد بازار بشه که بین SLS و SLR هستش که توضیحاتش رو بهتون میدم. مرسیدس بنز از توقف تولید SLS AMG در سال 2014 خبر داد. شاید باور این حقیقت که سال دیگر باید با SLS AMG خداحافظی کنیم سخت باشد، اما این خبری است که امروز توسط مرسیدس بنز تایید شده و از آنجایی که این کمپانی هیچ برنامه‌ای برای توسعه SLS ندارد، باید بار دیگر خود را آماده ودا با یک خودروی افسانه‌ای دیگر بکنیم. اما یکی از ویژگی‌های بنز این است که همیشه در کنار یک خبر بد، یک خبر خوش منتشر می‌کند و این خبر خوش آوردن سوپر اسپورت دیگری به سمت خط تولیدش میباشد. این خودرو که بعضی‌ها آن را جانشین SLR فرض می‌کنند، بر روی پلتفرم SLS ساخته شده اما هیچ وجه اشتراکی با SLS ندارد. مثلا از نظر ابعاد کوچکتر از SLS طراحی شده و همچنین به دلیل بدنه‌ای با چارچوب آلومینیومی وزن بسیار کمتری نسبت به SLS دارد. یه خبر جالبم بهتون بدم راجع به کمپانی مینی کوپر. کمپانی مینی کوپر تصمیم گرفته که قلب تپنده مینی رو مینیش بکنه، یعنی اینکه موتور این ماشین قراره به حجم کوچکتری تبدیل بشه اما با قدرت بالاتر و یه سری تغییرات ظاهری که قراره تو این ماشین از سال 2014 داده بشه که خیلی‌ها منتظرن ببینن این اتفاقی که برای کمپانی مینی کوپر و کلا دیزاین‌های مینی به اضافه موتورهایی که توش هست چی خواهد. مینی کوپر از جایگزین کردن یک پیشرانه 3 سیلندر توربوشارژ که پیش از این در BMW i8 استفاده شده بود با نمونه‌های 4 سیلندر کنونی خبر داد. طبق اعلام مسئولین کمپانی این پیشرانه معادل 134 اسب بخار قدرت داشته و در 1250 دور در دقیقه قادر به تولید 220 نیوتن متر گشت‌آور است. به گفته مسئولین مینی کوپر، یک پیشرانه 2 لیتری 4 سیلندر توربوشارژ جدید نیز با قدرت 189 اسب بخار و 280 نیوتن متر گشت‌آور برای مدل‌های آینده این کمپانی در نظر گرفته شده تا بدین صورت در عین پاسخگویی به الزامات زیست محیطی به نظر اشخاصی که چابکی معروف مدل‌های مختلف این خودروساز را با هیچ چیز عوض نمی‌کنند احترام گذاشته باشد. خب اومدیم کنار یکی از محبوب ترین ماشین های جهان، ماشین بنتلی. همه این ماشین ها توضیحات خیلی زیادی داره و ما میتونیم راجبشون خیلی باهاتون حرف بزنیم. انقدرم ذوق و شوق داره کنار این ماشین ها ایستادن که واقعا حد و نهایت نداره. اما خب وقت برنامه اجازه نمیده، تو برنامه‌های بعدی حتما از تک تک این ماشینا براتون گزارش خوبی تهیه می‌کنیم. اما خبری که از بنتلی داریم اینه که کمپانی بنتلی تصمیم گرفته یه سری لوازم خونگی تولید بکنه با دیزاین داخل بنتلی. البته نه که مثل دیزاین داخل ماشین باشه، با همون متریالایی که داخل ماشین رو طراحی میکنن طراحانش تصمیم گرفتن که لوازم لوکس خانگی، مبل، تخت و دیزاین داخلی خانه به اضافه اینکه یه سری لوازم لوکس برای طراحی کمپانی‌ها و شرکت‌های خیلی معتبر لوکس رو با دیزاین بنتلی روانه بازار بکنن که واقعا اتفاق خیلی جالبیه و طرفداران ماشین بنتلی مطمئناً از این موضوع استقبال خواهند کرد. مجموعه لوازم خانگی جدید بنتلی که الهام گرفته از لوازم داخلی خودروهای بنتلی است، برای تجهیز کردن دفاتر و خانه‌های لوکس طراحی شده. اکنون خریداران می‌توانند روی تخت عالی بخوابند که ساخت و سبکی مشابه داخل خودروهای بنتلی دارد. این مجموعه منحصر به فرد ترکیبی از طراحی سنتی و مدرن است، اما به جای ظاهر بیشتر روی راحتی آن تمرکز شده. در مجموعه لوازم خانگی این خودروساز انگلیسی، گزینه‌های متعدد روکش‌های داخلی خودروهای بنتلی نیز وجود دارد. خب در کنار یکی از محبوب ترین و لوکس ترین ماشین‌های دنیا یعنی فراری ایستادیم و خبرمون هم راجع به فراری هستش. کمپانی فراری بازم افتخار آفریده هم در تولید ماشین‌های جدیدش، اما گرونترین ماشین دنیا باز هم مشخص شد البته چند ماه پیش از کمپانی مرسیدس بود که یک مرسیدس 30 میلیون یورو فروخته شده بود و لقب گرونترین ماشین دنیا رو به خودش گرفته بود. اما
امسال چند روز پیش یک فراری GTO 250 مدل 1963 که قبلا هم یه رکوردی توی گرونترین ماشین دنیا رو تو سال 2012 کسب کرده بود که 30 میلیون دلار روش قیمت گذاشته بود، الان همون ماشین دوباره 52 میلیون دلار فروخته شده و لقب گرونترین ماشین جهان رو به خودش داده. دمش گرم فراری. اخیراً یک فراری GTO 250 با قیمت 52 میلیون دلار به فروش رسیده و باعث شده که این مدل تبدیل به گرانترین خودروی جهان شود. فراری GTO 250 مدل 1963 که زمانی پائولو پاپالاردو کلکسیونر مالک آن بود، در سال 2012 نیز عنوان دیگری را در فروش GTO 250 ثبت کرده بود. قیمت 52 میلیون دلاری این خودرو نسبت به سال 2012 که GTO با قیمت 35 میلیون دلار به فروش رسید 49% افزایش داشته. این فروش رکورد شکن طی یک معامله خصوصی انجام گرفته و خریدار این خودرو ناشناس باقی مانده. این GTO 250 با شماره شاسی 5111 دارای پیشینه پیروزی در مسابقه جاده‌ای تور دی فرانس در سال 1963 توسط راننده مسابقات فرانسوی جین کیوچت است. خب راجع به بنتلی بهتون گفتیم که قراره لوازم خانگی تولید بکنه. کمپانی لامبورگینی هم خیلی فکر میکنن که شاید فقط اکسسوریز یا فقط ماشین تولید میکنه، اما سالها قبل، یعنی اوایلی که کمپانی لامبورگینی داشته تولید میکرده این ماشین رو، تصمیم میگیره صاحب این کمپانی که به کشتی‌ها و قایق‌های پرسرعت با آرم لامبورگینی، یعنی با دیزاین لامبورگینی وارد بازار بشه، که خب صاحب این کمپانی به این آرزوی خودش نمیرسه، اما یه دونه از این قایق‌ها تولید شده توسط کمپانی لامبورگینی که یک آقای هلندی صاحب این قایق هستش. با تعمیرات و ریدیزاین کردن این قایق تصمیم گرفته که این قایق رو به فروش بذاره. اخیراً یک شخص هلندی تصمیم به فروش قایقی گرفته که به دست بنیانگذاران لامبورگینی ساخته شده. زمانی که فروچیو لامبورگینی بنیانگذار شرکت لامبورگینی کارخانه خود را تأسیس کرد، آرزو داشت که علاوه بر ساختن سریع‌ترین خودروهای زمین، سریع‌ترین قایق‌های روی دریا را هم بسازد. او بعد از به کمال رساندن کارخانه تصمیم به برآورده کردن آرزوی دیرینه خود و شروع به ساخت سریع‌ترین قایق جهان کرد. او با کمک دو پیشرانه 4 لیتری 6 سیلندر موفق به ساخت این قایق شد. بعد از فوت لامبورگینی در سال 1993 کسی نمیدانست که این قایق کجا قرار دارد، تا اینکه اخیراً یک شخص هلندی اعلام کرده که این قایق با ارزش را که مدت‌ها پیش از خود لامبورگینی خریده، تعمیر کرده و قصد فروش آن را در آینده دارد. خب این قسمت خبر نیست، ولی باز یه سری تصاویر خیلی جالب از مسابقه BMW M3 و موتورسیکلت BMW S1000RR که این دوتا با هم دیگه به رقابت میپردازن توی پیست و تصاویر خیلی جذاب و جالبیه که ببینید، خالی از لطف نیست. Gentlemen, start your engines. The winner on two wheels, Rico and the Double R.
خب طبق روال همیشگی برنامه دکارز، تو برنامه اول از فصل دوم دکارز میخوام یه ماشین کانسپت رو بهتون معرفی بکنیم. ماشین کانسپت این برنامه‌مون اوپل مونزا هستش که در نمایشگاه فرانکفورت هم ازش رونمایی شد. ماشین خیلی جالب و جذابیه، ببینید باشه حال می‌کنید. خب طبق روال همیشگی برنامه دکارز میخوام بپردازیم به معرفی یه ماشین کلاسیک بهتون. البته ما همیشه یه سری ماشینا رو بهتون معرفی میکنیم، بعضیشو به درخواست شما. قبلا فورد مستنگ رو بهتون معرفی کرده بودیم، اما توی این برنامه میخوایم اختصاصا فورد مستنگ مدل 1965 رو که البته این ماشین در سال 1964 برای اولین بار تولید شده رو بهتون معرفی بکنیم و این ماشین مخصوص کمپانی فورد هستش که در این سال تولید شده و بر اساس پلتفرم فورد فالکون تولید شده که ماشین فوق‌العاده زیبا و جذابیه. ما قبلا فورد رو بهتون معرفی کردیم، مستنگ هم بهتون گفتیم، اما این دیزاین از مستنگ رو بهتون نگفته بودیم که درخواست خیلی از شما توی فیسبوک از ما بود که بهتون معرفیش بکنیم. فورد مستنگ خودروی ساخته شده توسط کارخانه فورد است. نسل اول این خودرو بر روی پلتفرم نسل دوم فورد فالکون ساخته و در 17 آوریل 1964 به بازار عرضه شد. در حال حاضر پنجمین نسل از این مدل به بازار عرضه شده. مستنگ به طور قطع یکی از محبوب‌ترین و زیباترین ماشین‌های دنیاست. سرخپوستان آمریکایی به نژادی از اسب‌های استالیون که هرگز نمی‌شد رویشان زین گذاشت مستنگ می‌گفتند. در 17 اپریل 1964 خودرویی متولد شد که از بسیاری جهات صنعت خودرو را متحول کرد. فورد مستنگ یا فورد مستنگ با دماغه کشیده و بلند و قسمت کوچک عقب کلاس جدیدی را به نام پونی کارز معرفی کرد که بعدها توسط خودروسازان مورد تقلید قرار گرفت. در حال حاضر نام مستنگ سومین نام قدیمی این کمپانی است. در سال 1964 کمپانی فورد تصمیم به تولید یک مدل اسپورتی با مشخصات منحصر به فرد گرفت. لی یاکوکا مدیر کل کمپانی فورد علاقه خاصی به تولید یک مدل اسپورتی کوچک و جمع و جور داشت. به همین دلیل فورد مستنگ که بر اساس مدل فالکون شکل گرفته بود در این سال طراحی و به بازار عرضه شد. فورد موفق به فروش 22,000 دستگاه مستنگ در روز نخست و بیش از 1,000,000 دستگاه در عرض 2 سال شد که موفقیت بسیار بزرگی برای فورد محسوب می‌شد و این رقبا را به شدت به زحمت انداخت. مستنگ استانداردهایی در کلاس‌های اتومبیل ایجاد کرد که تا به امروز وجود داشته و اسطوره‌های بسیاری را به دنبال این اتومبیل کشانده. در سال 1967 مستنگ دچار تغییراتی در جلو پنجره و خطوط بدنه شد. همچنین تعداد محدود انجین 427 اینچی در نظر گرفته شده بود که قدرتی بیش از 390 اسب بخار ایجاد نمی‌کرد، ولی برای جلوگیری از شرمندگی در خیابان کافی بود. همینطور یک موتور قدرتمند 350 اسب بخاری با کد GT 500 کوبرا در خط تولید قرار گرفت. در سال 1970 آخرین سال تولید مدل کوبرا بود که تولیدش کماکان با همان موتورهای قبلی ادامه داشت و در سال 1971 سال عرضه‌های مستنگ مک 1 با چهره‌ای کاملا متفاوت ولی کماکان با انجین‌های سابق بود. در سال 1972 تولید به 2 مدل مک 1 و کانورتیبل با موتورهای ضعیف‌تر محدود شد و این ماشین تا به امروز تولیدات خود را ادامه می‌دهد و از محبوب‌ترین ماشین‌های جهان به حساب میاد.
خب باز هم طبق روال همیشگی برنامه دکارز می‌خوایم بهتون اخبار از ایران بگیم. البته باز هم قیمت ماشیناست، اما با این تغییر که ما دوستانی رو در ایران پیدا کردیم، باشون آشنا شدیم از طریق خود شما دوستان که توی فیسبوک بودید و قرار شده که به ما قیمت‌های دقیق ماشین‌های لوکس و یا حتی نیمه لوکس رو در ایران بهمون بدن که بعضی از شما شاید اعتراض می‌کردید که قیمت‌ها توی نمایشگاه‌ها شاید یه چیز دیگه است، شاید کمپانی‌ها یه چیزی میگن، سایت‌ها یه چیزی، اما این نرخی که الان بهتون میدیم تقریباً 80 تا 90%، بازم نمیگیم 100%، نزدیکترین قیمت‌ها به قیمت‌های بازار ایران هستش. مرسیدس SL 500 2013 در بازار ایران 1 میلیارد و 200 میلیون تومان قیمت گرفته. مرسیدس بنز C200 2014 250 میلیون تومان شده. هیوندای النترا 2014 108 میلیون تومان قیمت گرفته. کیا اسپورتیج 2014 140 میلیون تومان در ایران قیمت گذاری شده. BMW X1 2014 245 میلیون تومان. BMW X3 2.5 لیتری 2014 300 میلیون تومان در بازار ایران هستش. پورش پانامرا 4S 2013 690 میلیون تومان در بازار ایران قیمت گذاری شده. مازراتی گراند کابریو MC 2012 1 میلیارد تومان. بیتل 2014 که تازه وارد بازار ایران شده 250 میلیون تومان و BMW 654 در 1 میلیارد و 300 میلیون تومان در بازار ایران قیمت گذاری شده. خب طبق روال همیشگی برنامه دکارز میخوام مسابقه اتومبیلرانی بهتون معرفی بکنیم، اما ایستادن کنار یه همچین ماشینی بنتلی و این همه ماشینایی که توی این هفته براتون برنامه گرفتیم و تو برنامه اول واقعا جالب و دوست داشتنی و پرهیجان. صدای فراری هم که الان میاد هیجان زیادی به خود من و این برنامه داده. امیدوارم که شما هم خوشتون بیاد. توی این بخش میخوایم بهتون مسابقات ماشین و اتومبیلرانی بهتون معرفی بکنیم. مسابقات اتومبیلرانی که قبلا بهتون گفتیم کلا تقریبا تمام شده. شاید از قسمت‌های بعد نوع دیگه از مسابقات، شاید موتور سواری رو بهتون بگیم، بستگی به درخواست شما داره، اما این شاید آخرین مسابقه اتومبیلرانی باشه که بهتون میگیم و اونم مسابقات شهر به شهر یا سیتی بای سیتی هستش. فرناند گابریل با خودروی مورس از پاریس تا مادرید در سال 1903 اولین مسابقات شهر به شهر را تجربه کرد و قهرمان شد. به موازات تأسیس شرکت‌های اتومبیلسازی و موفقیت فرانسویان در اجرای مسابقات اتومبیلرانی، باشگاه اتومبیلرانی فرانسوی ACF مسابقات بین‌المللی شهر به شهر را برای اتومبیلران‌هایی ترتیب داد که عموماً آغاز یا پایان این مسابقات شهر پاریس بود و در این مسیر شهر دیگری نیز در نظر گرفته می‌شد. تا سال 1903 چندین مسابقه در این رده برگزار شد، اما در این سال با مرگ مارسل رنالد در جریان مسابقات اتومبیلرانی پاریس مادرید پرونده این مسابقات موقتاً بسته شد. 9 کشته در این مسابقات باعث شد دولت فرانسه مسابقات بوردو را متوقف و به موازات آن نیز مسابقات اوپن شهر به شهر را متوقف کند. سال 1907 مصادف بود با گشایش مجدد مسابقات شهر به شهر. در این سال مسابقه پکین تا پاریس در بدترین و ناهموارترین مناطق جهان برگزار شد. خودروها در این مسابقه شرکت کردند. پرنس اسکیپونه بورگس با خودروی ایتالیایی خود قهرمان این مسابقات لقب گرفت. طولانی ترین مسابقات اتومبیلرانی که در تاریخ برگزار شده در سال 1908 مسابقات پاریس تا نیویورک بود. 6 تیم از فرانسه، ایتالیا، آلمان و آمریکا با هم به رقابت پرداختند و تنها 3 تیم به خط پایان رسیدند. تیم توماس فلیرر آمریکایی به رانندگی جورج شستر به عنوان برنده این مسابقات 2200 مایل را پیمود و 169 روز به طول انجامید. خب رسیدیم به بخش آخر برنامه دکارز، یعنی پارت آخر و اون همون بخش رقابت یا BS هستش که ماشینا با هم دیگه مسابقه میدن. الانم من داخل بنتلی مولسن هستم که کنارش ایستاده بودم. واقعا فضای دوست داشتنیه، به آدم جو اون مسابقه رو میده. البته بهمون قول دادن که بریم با این ماشینا بعضیشون یه دوری هم بزنیم. تو برنامه‌های بعدی هم گزارش‌های بهتری از همه ماشینا براتون تهیه می‌کنیم. تو بخش VSمون قرار ماشین‌های فراری F12 برلینتا به اضافه کوروت C7 و همینطور پورش 911 کاررر 4S رو به رقابت دعوت بکنیم و این ماشین‌ها رو با هم دیگه ببینیم که چه اتفاقی میفته. از همون درخواست کرده بودیم که دوتایی نباشه ماشینا، خب اینم سه تاییش. به اضافه این که گفتید کوتاه نباشه، طولانی ترش رو براتون پخش می‌کنیم. همراه ما باشید.
فراری، کوروت و پورش هر سه تا 2 در کوپه و 2 نفره هستند. فراری ماشین ایتالیایی، کوروت آمریکایی و پورش یک ماشین آلمانی است. حداکثر سرعت فراری F12 340 کیلومتر بر ساعت، کوروت C7 320 کیلومتر و پورش 911 300 کیلومتر بر ساعت. فراری F12 7 دنده 2 کلاجه، کوروت C7 6 دنده و پورش 911 7 دنده می باشد. موتور فراری F12 6.3 لیتری V12، کوروت C7 6.2 لیتری V8 و پورش 911 کررا 3.8 لیتری V8 می باشد. 0 تا 100 فراری 3.1 ثانیه، 0 تا 100 کوروت C7 3.8 ثانیه و 0 تا 100 پورش 911 کررا 3.9 ثانیه می باشد. حالا مسابقه رو با هم می بینیم. خب به انتهای اولین قسمت از فصل دوم برنامه دکارز رسیدیم. سعی کردیم همه اون چیزایی که شما از ما خواسته بودین رو تا حدی به اجرا در بیاریم و قول میدیم که در طول برنامه باز هم نظرهای شما رو حتما اعمال بکنیم. امیدواریم که از اولین قسمت فصل جدیدمون خوشتون اومده باشه و حتما ایمیل و به فیسبوک ما سر بزنید. به ایمیل thecars@aafamily.tv نظراتتون رو بفرستید. به فیسبوک ما، به فیسبوک The Cars by AAA Family سر بزنید. لایک یادتون نره، با دوستای خودتون به اشتراک بذارید. تا هفته دیگه یه دکارز دیگه و ماشین های خیلی دوست داشتنی دیگه. خدا نگهدار.